دیگه به خاطر نداشتن فر و دردسراش بی خیال پیتزا نشی یا به همین راحتی درست میشه. تا انتهای کلیپ حتما همراه من باش. تخم مرغ، شکر و روغن رو با هم مخلوط کنید، هم بزنید، شیر رو هم اضافه کنید، یک کم دیگه هم بزنید. ترکیب آرد، بیکینگ پودر و نمک رو هم بریزید، همش بزنید. مواد با این غلظت آماده است. کف تابه رو یک کمی چربش کنید، 2 تا ملعقه از مواد رو هم داخلش بریزید. درب تابه رو بذارید تا یک کمی خودش رو بگیره. به این مرحله که رسید، اول سس کچاپ رو بریزید، به همه قسمت‌ها پخشش کنید. بعد از اون پنیر پیتزا رو یه لایه اضافه کنید، موادی که به دلخواه خودتون هست، و در نهایت مجددا یک لایه دیگه پنیر پیتزا و آویشن هم بریزید. درب تابه رو بذارید تا پنیر آب بشه. تو این مرحله میتونید از توستر هم استفاده کنید که روش طلایی بشه. حتما سیوش کنید و فوری ترین پیتزا رو و خوشمزه ترینش رو درستش کنید. نوش جون همگیتون.